قبول شدن دعا. جوانی بود که در شرکت بزرگ کار می کرد و مادرش بر اثر مرض سرطان به بیمارستان بستری بود و دکتران برایش خبر دادند که مادرش دوباره صحتیاب نمی گردد و انتظار مرگ آن بود. یکی از روزها جوان از شرکت خارج شده به طرف خانه اش می رفت و در عرضه راه صحرا سگی را دید که از تشنگی فریاد می کشید و او همراه خود کمی آب داشت و توسط آن آب سگ را سیراب کرد و خودش راهش را در پیش گرفت و فردای آن روز با خود غذا و آب زیادتر را حمل نموده به آنجا رفت. شاید سگ را دوباره دیده برایش غذا و آب دهد، ولی زمانی که آنجا رسید سگ را نیافت. به انتظار آن نشست. دیری نگذشته بود که حیوان درنده بزرگ آمد و به طرف آب حرکت کرد. این جوان آب را نزد وی گذاشت و خودش از ترس آن دور شد و آن حیوان بعد از نوشیدن آب و همان راهی که آمده بود رفت. و بعد از آن سگ پیدا شد و جوان از خوشی به نزد آن غذا و آب را گذاشت و سگ بعد از صرف غذا و آب برگشت و جوان بسیار خوشحال شده تصمیم گرفت که هر روز به خاطر رضای خدا غذا و آب زیادتر را با خود بیاورد. به این ترتیب هر روز که می گذشت تعداد سگ، مار، گربه، پرنده و حیوانات زیاد جمع می شدند و جوان به ظرفهای بزرگ غذا و آب زیاد می آورد و حتی به درجه رسید که پرنده ها بالای آن چرخ می زدند گویا اینکه بحر را کشف کرده باشند. در یکی از روزها مادر مریضش در اثنای آب دادن مهمانان صحراییش به یادش آمد. او فوراً دستش را بالا نموده و روی خود را به سوی آسمان نمود دعا کرد. گفت ای پروردگار مادرم را شفا بده. و روز بعدی دوباره مصروف مهمانداری بود که ناگهان برایش از بیمارستان زنگ آمد و برایش گفتند هرچی زودتر به بیمارستان بیاید. جوان عاجل حرکت کرد و در راه اشک می ریخت که مبادا مادرش وفات کرده باشد. و زمانی که به اتاقی که مادرش بود داخل شد دید مادرش سر پای خود ایستاده مصروف جمع آوری اشیاء خود به منظور خارج شدن از بیمارستان است. از دکتر مخصوص مادرش پرسید چی گپ است؟ دکتر جواب داد امروز صبح یک معجزه رخ داد و مادرت مرا صدا کرد و گفت من دیگر مریض نیستم و هیچ دردی هم ندارم. می خواهم به خانه ام بروم. پسرم را حاضر کنید. و من تمام معاینات را انجام دادیم و حقیقتاً هیچ اثری از سرطان دیده نشد. بعداً جوان نزد مادرش رفت، دستهای مادرش را بوسید، سوال کرد چه گپ است ای مادر؟ مادر جواب داد به خدا سوگند که دیروز یک معجزه عجیب واقع شد. من خواب بودم و تو را در خواب دیدم که دستهایت را بالا نموده و روی خود را به سوی آسمان کرده برایم دعا می کنی و در اطرافت از هر گونه حیوانهای زیاد جمع شده آمین می گویند. و زمانی که از خواب بیدار شدم هیچ احساس درد نکردم و حالا من دیگر مریض نیستم. و جوان گریه نموده گفت یقیناً می دانم که خداوند متعال به هر چیز قادر و تواناست.